حضور بهائیان این بار کاملا متفاوت بود. فعالیت در کف خیابان. جمع‌بندی سازمان بیت العدل این بود که اگر از مارپیچ حوادث 1404 جا بمانیم نمیتوانیم روی آن سوار شویم. حتی خود ساواک نیز بهائیان را جاسوس تلقی می‌کرد. در گزارش اداره کل هفتم امنیت ساواک با قید خیلی محرمانه در سال 1352 تاکید شده از آنجایی که اسرائیل در سال 1972 بهائیت را به رسمیت شناخته، از آنان بهره برداری اطلاعاتی امنیتی می‌کنند. هفتم دی 1404 مقارن با اعتراض بازار تهران، رسانه‌های بهایی با راهبرد شوک احساسی اعتراض اقتصادی آرام بازار را به سمت یک جنگ شهری سوق دادند. شعار ملی جاوید شاه از یادت باشه، یادمون باید باشه فردا موقع هر شب زندگی باید برای آزادی خودت و بچه‌ت و خانواده‌ت شعار ملی جاوید شاه بشینی تو خونه تموم. رسانه یاسو، سایت توانا و صفحات شخصی بهائیانی مثل امیرالفجر و اشکان وحدت. چهره‌های منتسب به خانواده‌های سرشناس بهایی آشکارا موضع‌گیری کردند. مثلا دختر بهرام بیضایی 12 دی 1404 پدرش را حامی جدی زن زندگی آزادی معرفی کرده. یک شعار در اونجا شنیده میشد، اون زن زندگی آزادی بود و هر دو به هم گفتیم انگار این شعار از درون آثار بیضایی برآمده. سخنان او به طور گسترده از صفحه BBC فارسی و رسانه‌های همسو منتشر شد. رسانه بهایی ایران وایر به تعدادی خبرنگار داخلی از جمله نازیلا معروفیان سفارش تولید خبر جعلی داد. معروفیان بعد از پایان مأموریت از ایران گریخت. گام اول: بزرگنمایی اعتراض بازار و القای تداوم ناآرامی‌ها به سایر مناطق کشور. گام دوم: اتصال ناآرامی اخیر به شورش‌های سال‌های قبل. گام سوم: آموزش میدانی شورش و جنگ شهری، توصیه‌های امنیت سایبری، روش‌های فرار از دستگیری، نکات پزشکی برای درمان در جنگ شهری و حتی ایده پردازی در ایجاد آشوب. در نامه محرمانه سازمان بهایی بیت العدل با عنوان مسئله بهاییت چیست آمده بهاییت تافته جدا بافته از اغتشاشات در ایران نبوده و باید همسطح با سایر شبکه‌های موجود در ضد انقلابیگری خودش را بالا بکشد. از این رو باید خطر کرد. شاهد نامه مذکور سخنان پیام فناییان، یکی از بهائیان فعال در اغتشاش 1388 در روز عاشوراست که میگوید عاشورای 88 به دستور بیت العدل به مرکز شهر آمدم. قرار بود هر مکانی که امکان عملیات داشت را به آتش بکشیم. ما قبلا اجازه فعالیت سیاسی نداشتیم، اما بیت العدل این بار طی بیانیه‌ای این اجازه را صادر کرد.